صحنه تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف در دوشنبه چند سال اخیر چنین سرآدم نبود. ساکنان شهر و مهمانان برای دیدن مراسم افتتاح ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر جوانان نگاه نو آمدند. جشنواره‌ای که تشکیل کنندگانش خود جوانانند. پیامش در جمع این است که ما جوانان در تمام دنیا می توانیم دیدگاه خودمان را داشته باشیم، نظر خودمان را به تئاتر، به فرهنگ، به سینما، به هنر و در جمع به زندگی داشته باشیم و البته یکم نگاه‌های شاید باشد که به قول نگاه‌های انتقادانه شاید به نگاه‌های قبلی، اما خیلی با احترام به اون گذشته‌ها این نگاه ما داریم. جشنواره نگاه نو که سال دوم می شود مقام بین المللی گرفته است، بار اول با چنین شهامت تجلیل می گردد. این هم به قول مبتکرانش بعد پیدا شدن سرپرستان امکان پذیر گردیده است. هنرمندان معروف کشور از این اقدام جوانان استقبال می کنند. این اقدام بهترین اقدام است در سال جوانها و مبارک است. هر کسی که به این کار دست زده است آفرین و امیدواریم که جشنواره با همین شسته که آغاز شد با خوبی و خوشی و آزادگی به انجام میرسد. این اقدام برای هممون، برای شهر دوشنبه، برای وطن عزیز تبریک میگم. مبارک شود. در جشنواره امسال 5 گروه تئاتری و مهمانان از کشورهای روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و قرقیزستان دعوت شدند. قرار است تا 20 می 5 نمایشنامه روی صحنه بیاید. اینجا بسیار غیرعادی است. تجربه نو، صحبت‌های نو، عموما در کشور دیگر به خصوص کشور شرقی بودن جالب است. امیدواریم که این آخرین سفر ما به تاجیکستان نباشد و سال دیگر هم به این جشنواره برای شرکت بیاییم. تشکیل کنندگان نگاه نو ویژگی جشنواره امسال را در شکل آزمون گذشتنش عنوان می‌کنند. قرار است در آخر جشنواره بهترین نقش مردانه، بهترین نمایشنامه، بهترین کارگردان و دیگر جایزه‌ها معین کرده شده به غالبان تحفه‌ها تقدیم کرده شود. برای بهاگذاری هنرمندان جوان، حکمان از داخل و خارج تاجیکستان دعوت شدند. حالا من کارهای جشنواره رو ندیدم ولی احساس می‌کنم که نگاه نو طبعاً دنبال نگاه نوعی تو جریان تئاتر هستش و این مطمئناً به جامعه تئاتر تاجیکستان و حتی خاورمیانه کمک میکنه. این چنین حرکت‌هایی بی‌نظیره. به نظرم خیلی از افتتاحش مشخص بود یک جشنواره‌ای که دنبال ایده‌های نو و نگاه‌های نو واقعاً میگرده. جشنواره بین المللی تئاتر جوانان نگاه نو در سال 2017 بخشیده به 100 سالگی هنرمند مردمی تاجیکستان مشرفه قاسمова گذرانیده می شود و تا 21 می ادامه می کند.